Sementara itu, saudara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menolak permintaan gencatan senjata dari sejumlah negara termasuk Tiongkok, Perancis, dan Rusia dalam konflik melawan AS dan Israel. Iran mengklaim mereka masih unggul dalam konflik versus Amerika dan Israel. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi menyatakan sejumlah negara telah menyatakan kesediaannya untuk menghentikan perang, namun langkah itu ditolak oleh Iran. این گونه نیستش که همین امروز دیگه بیان توقف و آتش بس ما هم بگیم بسیار خوب و تمام. ما الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد.